اگه وزنت کم نمیشه اینو تا آخر ببین. قبلش یادت باشه جهت قوت قلب ما لایک کنید. همه از این گله دارن چرا وزنشون کم نمیشه. مورد اول، کسی که رژیم میگیره بدن احساس میکنه محاصره اقتصادی شده. چرا؟ چون طرف به زور جلوی خوردن خودشو میگیره، مغزم نمیدونه داستان چیه، دستور میده به بدن که مصرف کالری و چربی رو به شدت پایین بیار و این میشه استوپ وزنی. مورد دوم، کسانی که هم رژیم میگیرن هم ورزش میکنن ولی وزن کم نمیکنن. چرا؟ چون وجود اخلاط اضافه بلغمی در کل بدن باعث میشه متابولیسم سخت بره بالا و این مواد به خاطر ترکیب شدنشون با بلغم طبیعی اجازه تبدیل شدن اونها رو به کالری نمیده که به اصطلاح میگن استوپ وزنی داریم. برای توضیحات تکمیلی حتما کپشن رو با دقت بخونید و برای توضیحات کامل ویدیوی یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، برای دوستان خودتون بفرستید. اگه هم این مطلب براتون مفید بود ما رو هم دنبال کنید.